بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز کنفرانس مطبوعاتی رهبری جمعیت اسلامی در از جناب صلاح الدین ربانی رئیس این حزب در رابطه با حوادث اخیر موضوع همه جمعیت اسلامی افغانستان است که ما از این موضوعگیری و موقفی که اعلان شده جدا حمایت میکنیم. البته رهبری دولت از پهلوی این اعلامیه و هشدار مردم بسیار به تفاوت و عادی نگذرند. آنانی که سر جوانان مظلوم ما شریک کردند و از خون اینا مردم نمیگذرند، مسئولیت دارد دولت تا جدی موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار بدن و مجرمین را به جزایش برسانند. و همچنان در مورد آقای اتمر با احترامی که به شخصیتشان داریم گفته شده که پست اینا مشاورت و غیر اجرایی است. در اصول و در پرنسیب بله، این پست برنامه ساز و پلان ساز و همچنان مشوره ده هست، پست اجرایی نیست. اما تمام کارهای این پست اجرایی بوده. هیچ تعیینات نظامی از وزارت‌های دفاع و داخله و امنیت ملی، خصوصا پست‌های کلیدی و مهم، تا از کانال و فلتر آقای اتمر نگذره و اشخاص و افرادی که تعیین بشن مورد تایید آقای اتمر نبوده باشه، امکان تعیینی و تقرری وجود نداره. پس معلوم است که از پست تشریفاتی یا مشاوریت که فقط پالیسی ساز است، کارهای اجرایی صورت میگیره. ما باید داریم سفرهایی که به خارج صورت میگیره با رأس هیئتی که آقای اتمر میره، در این سفرها قراردادهای امضا میشه و شکل اجرایی را به خود میگیره. امضای پیمان امنیتی و امضای قرارداد صلح با برادر حکمتیار یا نشان دهنده است که اینها توانایی برنامه اجرایی را دارند. پس اعلامیه جمعیت اسلامی به محتوا نیست و در این غور صورت گرفته، آسیب شناسی صورت گرفته. ما دست جمعی توافق بری کردیم که رئیس جمعیت اسلامی را اعلان کردن. ما در پی عملی شدن آنچه که پیام داده جمعیت اسلامی هستیم. جمعیت اسلامی حزب قدرتمند، افغانستان شمول و حزب محوری است. از پالی و کنار توصیه و اعلامیه جمعیت با بی‌تفاوتی گذاشتن فکر میکنم که توانش بسیار بزرگ خواهد بود. و همچنان توصیه ما به رهبری حکومت موجوده است که خود با خشم مردم مواجه نسازه. مردم قربانی داده، شهید شده در حادثه چهارشنبه و در حادثه روز جمعه برگبار بسته شده و عاملینش معلوم است. گارنیزیون قمانده را داده باشه معلوم است، PPS اگر قمانده را داده باشه معلوم است، گارد کسیدگی اگر قمانده را داده باشه معلوم است. در این راستا من توصیه میکنم که با خشم مردم حکومت خود مواجه نسازه و ایره به امتحان نگیره. ضرور است که برای خواهش مردم، تقاضای مردم و برای تامین حقوق مردم و تامین عدالت و یکی به مردم مصیبت رسیده و یا را برگبار بستن و قصدن کشتن رسیدگی صورت بگیره. حادثه روز شنبه هم قابل بخشش و عفو نیست که تصمیمی بری بود که همه مسئولین جمعیت اسلامی یک باره و یک سره از بین برداشته شود و این یک توطئه خیلی خونین و کلان و خطرناک در سطح ملی و در سطح افغانستان بود که در این جمع حکومت پاسخگو است، پاسخ باید بدن. جمعیت اسلامی این پروسه را دوام خواهد داد و به سرمنزل مقصود خواهد رساند. در مورد ریاست اجراییه پیام ما و پیام همه مردمی است که نیاز به است که اینا در کنار مردم قرار بگیرن، به خون مردم پا گذاشته نشود. ما معتقد به هستیم که رئیس اجرایی
در همچون شرایط نیاز میدارن که خدا در کنار مردم داشته باشه و ما درک میکنم که خدا اینا از مردم جدا نمیدانن و جدا نخواهند شد. چرا در هر مورد و نزاکت که در میان جبهه مقاومت ضد طالبان و جمعیت وجود داشته باشه، اما در منافع ملی و کلی کشور و آسیبی که پیش میآید و مشکلاتی که پیش میآید وقتی که ارزش‌ها در خطر میفته، ما فکر میکنم همه باز در یک صف قرار میگیرن. و سلام علیکم.